سلام، خسرو هستم. امروز میخوام طرز تهیه فسنجون رو بهتون نشون بدم. برای درست کردن فسنجون گردو، رب انار، نمک و فلفل و مرغ احتیاج داریم. این فسنجونی که امروز درست میکنم با گوشت اردکه. مرحله اول اینه که گردوها رو خرد بکنیم، بعد بریزید توی مخلوط کن تا کامل ریز بشه. خب الان گردوهامون خرد شد. بعد یه لیوان آب داخل همین بریزیم که این قشنگ به حالت خمیر در بیاد. الان به این حالت که در اومد خوبه. خب این مخلوط رو باید بریزیم توی یه قابلمه آب جوش، یه 20 دقیقه جوش بخوره که بوی گردو از بین بره. بعد رب انار و بقیه مواد رو بهش اضافه میکنیم. اینو هم بذاریم قشنگ که توی آب حل بشه. خب درشو بذاریم قشنگ غل بخوره. خب الان وقتیه که رب انار رو بهش اضافه کنیم. ده دقیقه دیگه باید بذاریم که اینا با هم خوب مخلوط بشه. خب الان 10 دقیقه شد. وقتشه که مرغمون رو یا برای ما اردک رو بهش اضافه کنیم. اینا رو آروم میذاریم داخلش. اینا قشنگ باید بذاریم با حرارت کم بپزه. هرچی بیشتر بپزه بیشتر جا میفته. برای اینکه روغن بندازه هر نیم ساعت یک بار درش رو باز کنید، یه مقدار آب سرد بهش اضافه بکنید. قبل از اینکه درش رو ببندیم نمک و فلفل رو بهش اضافه میکنیم. نمک و فلفل بستگی به ذائقه خودتون داره، هر چقدر که میخواین میتونید نمک و فلفل اضافه کنید. بعضی از رسیپی ها بهش رب گوجم اضافه میکنن، ما اضافه نمیکنیم. رب گوجه بزنید یه ذره قرمز میشه رنگش، ولی رنگ اصلیش همینطوری قهوه‌ایه. بعضی از رسیپی ها به مرغ یا اردک زردچوبه میذارن که بوی زخمو بگیره. بعضی دیگه توی پیاز سرخ میکنن که بوی زخمو بگیره، ولی احتیاج به هیچ کدوم از اینا نداره، نه پیاز نه زردچوبه. همین مخلوط گردو و رب انار بوی زخم مرغ رو میگیره. خب فسنجونمون آماده است. خب فسنجونمون آماده است. روشا اومده که امتحان کنه. آماده ای؟ خب یه ذره از این بردارم. بذارمش اینجا. تدیک میخواد؟ تدیک بیایم آجا تاش کن. امیدوارم که این غذا رو درست کنید و لذت ببرید. اگه دوست داشتید لایک و سابسکرایب یادتون نره. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. سلام، خسرو هستم. امروز میخوام طرز تهیه فسنجون رو بهتون نشون بدم.
سلام خسرو هستم. امروز میخوام سلام خسرو هستم. امروز میخوام طرز تهیه پسنجر رو طرز تهیه که میگم